وقتتون بخیر باشه. باز در مورد دردتون یه توضیح میدید که کجاتون درد کنه، چند وقت درگیرشید؟ گردنم که خب من دیابتی ام، کل استخونم خشکه. درسته. الان گردنم میزنه به همین پشت نخرام ستون فقرات، کمرم همین پایین درد. بعد صدای مفاصل هم داره تخته صدا میده. نه زانوام صدا میده. زانوام صدا میده. درسته. من گردنتون میزنم، پاتون رو میزنم، بهتون قول میدم بعضی گردنتون زدم راحت میتونید حرکت بدید. زانوتون هم بزنم دیگه صدای خشکی مفاصل نمیده. میزنم براتون، بعد نظرتون رو به من بگید. الان گردنتون نرم‌تر شده، راحت میتونید حرکت بدید. بله خیلی. الان مثلا اینجوری خیلی سخت میرفت گردنم به این بری، الان راحت‌تر شد. الان راحت میتونید حرکت بدید. بله آره. خدا رو شکر. بعد الان درد منو کمرم استفاده کردید بهتر شده. الان پاهم راحت راه میرم. راحت‌تر راه میرید. آره. برای کمرم زدیم بهتر شده. خدا رو شکر. بهتر شده. مثلا کمرم آقا میذارم. گردنم خیلی بهتره. درسته؟ اینطور نرم‌تر شد. مشکلتون چی بود؟ مشکلم همین دردم، کمر دردم، همین پشت دردم. خب شما استفاده کردین راضی بودید؟ بله خیلی. حالا شما چطور؟ منم خیلی راضیم. اصلا دارم راحت میرم، دردش خیلی کم شد. قبلش ما این اعصاب بله الان این اعصاب رو گذاشتن کنار. راحت رفتم. بله خدا رو شکر. ان شاء الله همیشه قلب سالم باشه.